نداره بعدی طلاق گرفتن. فرزندا حق خونه دارن. فرزند مرده نگاه میکنی. برای مردی مسلمان ای بیزه پدلو که سود بگیره الیمنتش ببنده. برای نفقه فرزندا در کلش فرض است. در دنیا هم جواب میگه و فردا روز قیامت هم جواب میگه. فرزند به جای خوب تامین کردن در کلش فرض است. تو وقتی به بلوغت رسیدن باید که جای خوبی فرزند جا خوب خونه شخصیش باشه، خوب کوارتیر باشه باید تامین کنه. اما زنک این حق نداره. وقتی زن طلاق کرد اگر دیگه زندگی کردنی نباشند تو زمان گذشتن عیده را زنک میتونه که در اون خونه بیسته. نفقه‌ش هم در کلای شوهر شه، جای خوبش هم. همین عیده‌اش که گذشت او باید خونه را خالی کنه. زنک حقی مسکون ایتری گپا نداره. که قانونای دنیوی است. اما زنک که کودک داره مثل کودک میده داره. حق حیزانت همیشه در زنک است. یعنی که اگر همین رزبور شود در شریعت که کودک در کی میسته، در پدر میسته یا مادر، تو همون 5-6 سالگی تو به عقل شده حق مادر است. یگان پدر حقی او را گرفتن نداره. مادام کودک در دست مادر است، کودک تو باید با جای خوب تامین کنی کو. اگه تامینش کردی حیزانت در سر مادرش است. مادرش مادام که شوهر نمیکنه نمیره قطعش میسته آخی. اینا همین جده همین مغزی گپ در همین جده. نه که زنی که کودک نداره اوی تری حقی دعوای خونه نداره. 18 بلوغ شد چیه؟ ها؟ 18 بلوغ. اما وقتی که کودک به بلوغت رسید از زمین پدر دیگه ساقط میشه. میتونه که زن حق دعوا در طول عقب در بیرش. زنک اون همین مهر وقتی بلشویکا اومدن هم از زیر زبر پایمال شد ولی همین از ظلم داره با خیمو در حق همین زنکا. این همین کاری که ما میکنیم یک برنج میبریم روغن میبریم با پدری دختر میگیره همین همون مهر گفته میبره. او میگیره توی میکنه با مردم نمیته. مهر حق خاصی زنک است. انا اون عروس هیچ که حقی تجاوز در اون مهر ندارن. نه پدر و مادر خودش، نه شوهرش، نه کسی. 3-4 کلپه و کلپچه را مهر گفته میگیره میبریم با برای مهمونان زنک بیا کلپچه پرتو. آخه اون مالی همون زنک است. دیوانی خوب کنی حقی زنک است میتونه شو شرح نتاده بولی هم دیوان. مهر شای آخی. همین مسئله در ما ظلم میکنیم بخلو. یک برادر انا زنگیر شید. انا بگیم یک گراجدانی افغانستان در همینجا در پاسپورت افغانستان یک از کار میکرده است دختری همون را معقول کرده است مقصد گرفتنی شد. این والله الان سال 2006 2007 بوده خیلی شد. بعد خسگوری بود مراحکا همون آدم انا همنومی ما بوده است همون برادر افغان احترام میکرده است بچه که ما میکرده است نمازخونی بایی گفتم میشناسم یا خسگوری بریم رفتیم بسیار خوب قبول میکرد او عزت میکرد هیروی بوده است هیروت مردم هیروت. بعد گفتیم من بخیر گفت بسیار خوب دختر دید است همین بچه را گفتیم ما یا دید یارم دیارم معقول کرده یا قبول است. گفت بسیار خوب مهری دخترم یا یک خونه ها. ها بچه گفتیم از بینی بعد گرفتیم گفت چی باز بینای در همه افغانستان جنگ زده که همه خراب شده است مهر دختر عیز زیادتره کرد. درست پس یک گپ خور میشه میزنه دختر را پیش میکنه میمونه به صاحب باخی. حکمت مهر همی است که وقتی سرش داد طلاقش داد زنگه بیچاره دیگه گردنک شکایده شوه که برای مسکونم کنه. همون پول داشته باشه که یک کوارتیره که بگیره چند مدت اینو زندگی کنه تا وقتی شوهری نو کردن شه. انا میرم ما متاسفانه پایمال میکنیم زیری پا میکنیم. همینجا هم بسیار نامردی ایده. همه آخی یک کارایی که نه با قاعده شریعت ما عمل میکنیم نه با قاعده قانون حکومت عمل میکنیم. میخوایم هر دشه آغوش کنیم که نمیشه. ده تربوز ده یک دست خیلی میکنیم نمیشه. یک دو نکنیم و چیزی موجود هر کی باشه او حقی حلالی همو هیچ که حقی تجاوز نداره. از رجل همون سوال آبی تو مکر او نمازتون خلاص کنه که من مسافرم. اتیم الصلاتکم انا قوم سفر. پیغمبر هم خیلی میگفت. اصلا همون اعلام پیش نماز نیست بعد نماز است. ما برای کی نمیخیلی ما بود یک کس در وقت ابتدای نماز ایتنا اومد و بعدتر اومد بفهمه. همین سلام دادی بگو اتیم الصلاتکم فانا قوم سفر. یا که انا مسافر بگو. همین قبول ان شاء الله او میفهمن. بله. انا حالتای میشه که یک کس موز خونسته نمیدونه که فرض خونسته که سنا همین حالت چیکار کردن فرض خونسته باشه که مثال اومدی ها خفاش اقتدا کردی اما آدم به عقل باشه
مثال اگر نماز فرض باشه تکبیرها رو بلند میگه تکبیرهای انتقالی را همین بلند که معلومه که همین فرض این وقت را خوندست نه که اگر نماز نفل باشه همون تکبیرها رو بلند نمیگه بلند که نگو خودت اسم میکنه که بگی همین مقصد که نماز نفل سلامتی سرس ولی فرض مقصد اقتدای تو با او درست نمیشه اقتدای مفترض با متنفل درست نیست شخص نفل میخونه از قبلش نماز فرض که کرده درست نیست انا مسئله زکات رو دادم همین زکات سولویش دیگه که اون سوشا فراموش کردگی یا که دودگی نیستی همین مثلا اون کس خیر میکنه یا که اون سخاوت میکنه در همون اگر بنیت زکات کنی اما آدمی را که خیر میکنه حقیقتا مصرف زکات باشه میشه بنیت زکات در زکات نیت فرضه نیت باید زکات باشه زکات پیشینه بعد همون آدمی که میتیش بدونه که همین کمبغل است اگر بوی باشه ما نمیگم یک آدم باشه که دو پول مثلا 4000 دلار داره میگه من ندارم نمیدونی که نداره اگر بدونی که نداره اگر ندونی که داره دودی ان شاء الله از ایمای سوقی میشه و خودش نداره میشه نه که اگر شبهه داشته باشی نه برای همین زکات پوشیده دادنش خوبه ثواب بیشتر داره و این تخفوها و تؤتوها فهو الخیر لكم اگر بشرطی که همون خیر صدقاتون الله میگه که پوشیده بتین مقصد که کمبغل صاحب مال کرده برای شما ثوابش بیشتره بهتره علما میگن با استثنای زکات زکات بهتر است که اعلان کرده بودی اشکار بودی چرا یا آدم میتی او خیال میکنه هدیه هم داده است اگر نگفتی دیدی نه که اگر تو گفتی زکات های مثال اگر خدا ترس باشه مسلمان باشه و مصرف زکات نباشه میگه ما در زکات نمیشوه مودا نمیشوه زکات نه که اگر مقصد که خدای نکرده فاسق و فاجر باشه و آشکار نکنه مودم که تو نمیدونی که این مقصد مصرف زکات نیست یا دودگی خلاص شدی تو نمیدونی که انا ثانیاً یک آدم میبینه بچه میگه این مردکو زکات میدودیم که این زکات فرض بوده است ما چی کمی دوریم به ما را بتیم سبب تحریک دیگران میشود همین خاطر زکات بهتر است که آشکار بود خدا حفظ ای کی مسلمانی و بینای مسلمانی چند تای همه قوری از یاد میدونن به خاطر که میقپیدن به خدا قصد میپرسیدن و اگر نمیدونستی گوشت میقپیدن 180 گراد استو میدادن همه چیزا است از بین رفت دیگه اینا همین بین باید مهم است بسیار لازم است این سوالای حیاتی است حقیقتا این تیمم بسیار مهم است تیمم خلیفه وضو است خلیفه غسل است در تیمم بچه‌ها 4 فرض است این پریموی او داره بگی همه داخل در تیمم 4 فرض است اول نیت کردن نیت در تیمم فرض است به نیت تیمم نمیشود طهارت در نیت سنت است نگی در تیمم نیت فرض است دوم قصدی چیزی پاک کردن از جنس زمین هر چیزی باشه از جنس زمین پاک باشه یعنی بولش نجاست آلود نباشه جنس زمین کشید خاک میشوه ای همه بهتر خاک است سنگ میشوه خم میشوه اوحک میشوه گچ میشوه همه چیزا جنس زمین هست اینا مثلا در تنه اینای دیوال تیمم کرده نمیشوه ابوی داره این کاغذ است هر چیزی که در علو میسوزه هر چیزی که او میشوه او ده نمیشه تیمم نه که اگر بولای همه گرد غبار داشته باشه چند مدت اگر به شرط خونه هم تا به صحیح باشه و گرد غبار باشه که همین تا بزنی که چند شوه تیمم بشوه